و بارها بهتون گفتم که سنگ‌هایی با پوسته‌های سبز رنگ و اثرات طلایی و خاکی رنگ بر روی اونها به این شکل که مشاهده میکنید نمونه‌های خوب و نادری هستن. این نمونه‌ای که اینجا میبینید من تو یک اکتشاف سنگ از تو دل یه تپه استخراجش کردم و امروز اینو براتون برش زدم و میخوام بهتون نشون بدم که یه سنگ با همچین ظاهر زشتی میتونه چه چیزی داخل خودش پنهان کرده باشه. اولین برش من روی این کار از این قسمت بود که شجرش معلوم هست. بریم با هم دیگه ببینیم چه چیزی داخلش هست. این اولین اسلایسی بود که من زدم روی این کار و واقعا حیرت زده شدم از این همه زیبایی داخل این سنگ. اسلایس دوم رو که از این سنگ بریش زدم واقعا دیگه اون رو به کمال رسون. نگاه کنید که چقدر زیبایی داخل این سنگ نهفته هست و تجلی از قدرت خلقت و پروردگار رو به رخ میکشه. یه کار همه چی تموم این نمونه. حتما دوست من اگه از دیدن این ویدیو لذت بردی اونو برای دوستات بفرست و با لایک و کامنت از من حمایت کن. فوق‌العاده است. فقط همینو میتونم بگم.